پدر راست شد، سر تا پای اسد را برانداز کرد و شمرده از در دوستی گفت: فکر نمی کنم هیچ پدری مثل من بچه هاش رو آزاد گذاشته باشه که هر جور میخوان فکر کنم. تو رفتی تو دم و دستگاه خمینی، این مجید که کمونیست شد و کارگرای منو تحریک میکنه، سعید جز مجاهدینه، ایرج هم که بعد 4 سال زندان و اون همه انتظار حالا که آزاد شده ما اصلا نمیبینیمش، فقط میشنویم اعتصابا رو را میندازه، مردم رو به خیابون میکشونه و دانشگاه رو شلوغ کرده. ما نباید بپرسیم کجا رو میخوایم بگیریم؟ اسد: من یه عمر با آبرو زندگی کردم، میخواستم همه املاک و داراییمو بین شما تقسیم کنم و خودم بیام این گوشه به باغچه‌ام ور برم. شما میخواین با این مملکت چیکار کنین؟ حتی با خودتون میتونین با هم دیگه کنار بیاین؟ اسد گفت: بله پدر، امام خمینی گفته که همه احزاب با گرایش‌های مختلف میتونن توی انقلاب سهیم باشن. ما چه میدونستیم که بعدها همه به خون یکدیگر تشنه میشیم. حتی به این حرف پدر هم توجه نکردیم که گفت: فریدون 3 پسر داشت، اما شماها شاهنامه رو درست نخوندین تا بدونین برادرها چی به سر هم دیگه آوردن.